با نام و یاد خدا امامی هستم، مدرس کارگاه طراحی و اجرای رله‌های قابل برنامه‌ریزی. جلسه 18 رو با عنوان کنترل چند روشنایی با استفاده از تایمر در خدمت شما عزیزان هستیم. پیرو به مطالبی که در جلسه 17 خدمت شما عرض کردیم، هم به صورت تئوری و هم به صورت نرم افزاری، در این جلسه کار بر روی سخت افزار لوگو ابتدا به صورت برنامه نویسی و سپس مرحله سیمکشی و در نهایت اجرای اون رو بررسی خواهیم کرد. از شما هنرجویان و بینندگان عزیز دعوت می‌کنیم که در ادامه همراه ما باشید. خب ابتدا دستگاه لوگو رو روشن می‌کنیم. منتظر میمونیم تا چراغ قرمز رنگی رام به رنگ سبز در بیاد. گزینه پروگرام انتخاب میشه. اوکی میکنیم. گزینه کلیر پروگرام رو انتخاب میکنیم تا اگه از قبل برنامه‌ای طراحی شده پاک بشه و تداخلی با برنامه جدید ما به وجود نیاد. گزینه یس انتخاب میشه. سپس از بخش ادیت پروگرام انتخاب میشه. اولین خروجی ما Q1 نام داره. Q1 رو انتخاب میکنم. قبل از Q1 ما نیاز داریم که از رله پالسی استفاده کنیم، بنابراین از بخش SF رله پالسی رو انتخاب میکنیم. این رله پالسی ما. پایه تریگر رو ورودی I1 تعریف میکنم، پس از بخش CO ورودی I1 اوکی میشه. پایه ست رو ورودی I5 تعریف میکنیم. I5 از بخش CO ورودی I5 تعریف میکنیم. اوکی. پایه ریست رو ورودی I6 انتخاب میکنیم طبق برنامه نویسی که انجام دادیم از قبل. پس از قسمت CO ورودی CO اوکی میشه، ورودی I6 انتخاب میشه. پایه ریست اوکی. خب این بخش از برنامه نویسی به اتمام رسید. الان برمیگردیم با کلید اسکیپ مجدد از بخش ادیت پروگرام. این بار خروجی Q2 رو انتخاب میکنیم. خروجی Q2 انتخاب میشه. قبل از Q2 رله پالسی داریم، پس از بخش CO رو رد میکنیم. از بخش SF یک رله پالسی انتخاب میکنیم. رله پالسی انتخاب میشه. پایه تریگر رو ورودی I2 تعریفش میکنیم. اوکی میکنیم تا CO بیاد. از بخش CO مجدد اوکی میشه. ورودی I2 انتخاب میشه. پایه ست رو طبق برنامه نویسی که انجام دادیم خروجی عملگر منطقی اور تعریف میکنیم. پس روی ست اوکی میکنیم. برای عملگر منطقی اور از بخش GF عملگر منطقی اور رو انتخاب میکنیم. یکی از ورودی های عملگر منطقی اور تایمر هستش که روی IN1 اوکی میکنیم و از بخش SF اولین تایمری که وجود داره تایمر تأخیر در وصل انتخابش میکنیم و پایه تریگر تایمر تأخیر در وصل رو اوکی میکنیم. گزینه CO مجدد اوکی میشه. طبق برنامه ما بایستی ورودی I1 تعریف بشه و روی I1 اوکی میکنیم. نکته‌ای که اینجا وجود داره و خیلی خیلی مهم هست اینه که خروجی تایمر تأخیر در وصل ما با نام B3 تعریف شد. پس این نام B3 رو به یاد داشته باشیم، چرا که طبق برنامه نویسی که انجام دادیم این خروجی تایمر علاوه بر این عملگر منطقی اور در ورودی دو تا عملگر منطقی اور دیگه نیز استفاده خواهیم کرد. پس نام B3 رو به یاد داشته باشیم. با کلید جهتدار برمیگردیم به سمت راست. خب یکی دیگه از پایه های عملگر منطقی اور وصل به I5، بنابراین IN2 رو ما ورودی I5 انتخاب میکنیم. از بخش CO ورودی I5 تعریفش میکنیم. مجدد برمیگردیم به سمت راست. پایه ریست ریلی پالسی رو ورودی I6 طبق برنامه نویسی که انجام دادیم تعریفش میکنیم و اوکی. خب مجدد برمیگردیم از بخش ادیت پروگرام. این بار خروجی Q3 رو انتخاب میکنیم. قبل از Q3 نیاز به یک ریلی پالسی داریم. از بخش SF ریلی پالسی انتخاب میشه. ریلی پالسی رو انتخاب میکنیم. پایه تریگر ریلی پالسی رو I3 تعریفش میکنیم. I3 اوکی. و پایه ست ریلی پالسی رو میدیم به خروجی عملگر منطقی اور. از بخش GF عملگر منطقی اور انتخاب میشه. ملاحظه بفرمایید عملگر منطقی اور اوکی میشه. عرض کردیم که
اون نقطه اتصال رو به یاد داشته باشیم. یکی از ورودی های عملگر منطقی اور B3 نام داشت، پس اوکی میکنیم IN1 رو و گزینه CO رو ردش میکنیم، گزینه BN اوکی میشه و نقطه اتصال B3 رو براش تعریف میکنیم. خب ورودی دیگر عملگر منطقی اور IN2 رو I5 از بخش CO تعریفش میکنیم، I5 اوکی میشه. اینجا هم ورودی های عملگر منطقی اور تکمیل شد. برمیگردیم با کلیدهای جهتدار، پایه ریست ریلی پالسی رو ورودی I6 تعریف میکنیم از بخش CO، ورودی I6 اوکی و با اسکیپ از این بخش هم بیرون میایم و مجدد از بخش ادیت پروگرام خروجی آخر Q4 انتخاب میشه و قبل از Q4 نیاز به یک ریلی پالسی داریم. از بخش SF ریلی پالسی رو انتخابش میکنیم. ملاحظه می‌فرمایید که برنامه نویسی به صورت دستی چقدر کار زمانبری هستش، کاری هست نیاز به دقت بیشتری داره و اینجا ریلی پالسی رو انتخاب میکنیم. پایه تریگر رو ورودی I4 از بخش CO اوکی میکنیم، I4 تعریفش میکنیم. پایه ست رو مجدد بایستی به یک عملگر منطقی اور بدیم، پس ست رو اوکی میکنیم. از بخش GF عملگر منطقی اور انتخاب میشه. یکی از پایه های عملگر منطقی اور عرض کردیم که همون نقطه اتصاله هست که با B3 نشون دادیم، اوکی میکنیم، B3 رو انتخاب میکنیم و پایه دیگر ورودی I5 هست که از بخش CO ورودی I5 انتخاب میشه و اینجا هم به اتمام رسید. برمیگردیم با کلید جهتدار سمت راست و در نهایت پایه ریست ریلی پالسی رو ما ورودی I6 تعریف میکنیم. خب پس از اینکه برنامه نویسی ما به اتمام رسید، برای تایمر بایستی زمان تعیین بکنیم، زمان تأخیر در وصل. این کار رو به این دلیل نگه داشتم برای انتهای کار که شما مسیر رسیدن به تایمر رو بدونید به چه شکلی هستش. مجدد ادیت پروگرام رو انتخاب میکنم، گزینه در واقع خروجی شماره 2 رو انتخاب میکنم با کلیدهای جهتدار. دیگه هیچ کدوم از اوکی و اسکیپ رو نمیزنیم، فقط با کلیدهای جهتدار کار میکنیم. بعد از بخش اتصال B2 به سمت چپ حرکت میدم. ملاحظه بفرمایید ریلی پالسی رو شما مشاهده میکنید. مجدد به سمت چپ حرکت میکنم، ورودی I2 رو کاری ندارم. اتصال B3 مجدد با کلید جهتدار سمت چپ حرکت میکنم به سمت چپ برنامه نویسی و ورودی I5 رو کار ندارم. از نقطه اتصال B4 حرکت میکنم، مجدد به سمت چپ رسیدم به تایمر. خب از بخش پارامتر انتخاب میکنیم. ملاحظه بفرمایید چراغ چشمک زن دقیقا روی پارامتر قرار گرفته، اوکی میکنیم و با کلیدهای جهتدار به سمت کلید جهتدار سمت راست رو انتخاب میکنیم، میرسیم به بخش زمان. اینجا زمان رو ما طبق گفته کتاب 5 ثانیه انتخاب میکنیم، 1 2 3 4 و 5 ثانیه. در نهایت اوکی میکنیم. زمانی که به تایمر داده شد زمان 5 ثانیه هستش. حالا میتونیم مجدد نگاه بکنیم ببینیم واقعا 5 ثانیه انتخاب شده یا نه. بیایم روی گزینه پارامتر اوکی بکنیم. ملاحظه کنید که زمان تایمر 5 ثانیه تعیین شده. مجدد کلید اسکیپ انتخاب میشه، مجدد اسکیپ و یک بار دیگه اسکیپ انتخاب میکنیم و این بار گزینه استارت رو فرمان میدیم. برنامه من آماده هست که مرحله بعدی مرحله سیمکشی و اجرای این برنامه‌نویسی بلوکی هستش. هنرجوی عزیز با ما همراه باشید تا در ادامه کار بخش سیمکشی مدار انجام بدیم و در نهایت به مرحله اجرا بگذاریم. خب هنرجوی عزیز توجه کنم، ما 6 تا ورودی تعریف کردیم، I1 I2 I3 I4 I5 و I6. خب با توجه به شماره هایی که خدمت شما عرض کردم ما میتونیم برای تغذیه ورودی های رله از پایه I7 و I8 استفاده بکنیم. بنابراین ورودی I1 I2 I3 I4 I5 و I6 رو طبق برنامه نویسی خودمون سیمکشی انجام میدیم، اما برای تغذیه ورودی رله از I7 و I8 استفاده میکنیم. خب ابتدا رله رو تغذیه میکنیم. از مثبت 24 ولت DC اتصال میدیم به ورودی I7
همینطور منفی 24 ولت DC اتصال میدیم به I8. خب طبق برنامه نویسی ما 4 تا خروجی داریم، اما بر اساس خروجی هایی که بر روی دستگاه داریم 3 تا خروجی بیشتر نیستش. بنابراین من 3 تا خروجی رو تعریف میکنم. از مثبت 24 ولت DC میدم به خروجی Q1، از برگشتی Q1 اتصال میدم به چراغ سیگنال سبز رنگ. خب برای خروجی دوم میتونم از ابتدای Q1 انشاب بگیرم و اتصال بدم به خروجی Q2. از انتهای خروجی Q2 میتونم اتصال بدم به چراغ سیگنال نارنجی رنگ. همینطور از ابتدای خروجی Q2 میتونم پل بزنم برای خروجی Q3 و با توجه به اینکه خروجی چهارمی نداریم ما میتونیم تا همین 3 تا خروجی رو تعریف کنیم. از برگشتی خروجی Q3 اتصال میدیم به چراغ سیگنال قرمز رنگ. خب حالا نیاز هست که برای هر کدوم از خروجی ها از منفی 24 ولت DC هم اتصال بدیم. برای این کار ابتدا چراغ سیگنال سبز رنگ اتصال میدم، سپس پل میزنم برای چراغ نارنجی رنگ و برای چراغ قرمز رنگ نیز از خود منفی چراغ نارنجی پل میزنم تا اتصال ما تکمیل بشه. حالا میمونه ورودی ها. 6 تا ورودی داریم. ورودی اول رو با رنگ مشکی انتخاب میکنم. از کلید شماره 1 یا حالا شستی شماره 1 به ورودی I1، کلید شماره 2 رو میدم به ورودی I2، کلید شماره 3 رو میدیم به ورودی I3، کلید شماره 4 رو میتونیم حالا استفاده بکنیم، میتونیم استفاده هم نکنیم. کلید شماره 5 رو میدیم به ورودی I5. کمی شلوغ شد مدار ما. و در نهایت کلید شماره 6 رو میدیم به ورودی I6. خب ما استارت رو هم از قبل انتخابش کردیم. الان میتونیم فرمان بدیم. خب حالت اول این بود که من بتونم توسط هر ورودی به صورت مستقل خروجی هم روشن کنم. ملاحظه فرمایید با استفاده از کلید اول خروجی اول روشن شد، با استفاده از کلید دوم چراغ نارنجی رنگ روشن شد، با استفاده از خروجی سوم چراغ قرمز رنگ روشن شد. ورودی چهارم چون چراغ سیگنالی ندارم استفاده نمی کنم. ورودی پنجم برای اینکه بتونم با استفاده از I5 همه خروجی ها رو با هم روشن بکنم استفاده میشه. فعلا از I5 استفاده نمی کنیم، اما ورودی I6 برای این بود که بتونیم همه خروجی ها رو یک باره خاموش کنیم. ملاحظه فرمایید همه خروجی ها به یک باره خاموش شد. حالا با استفاده از ورودی I5 من میتونم همه خروجی ها رو یک باره روشن بکنم. همه خروجی ها به یک باره روشن شد و با استفاده از I6 مجدد همه رو خاموشش میکنیم. خب شرط سوم گفته که اگر تأخیر عملکرد شاسی در ورودی I1 بیش از 5 ثانیه باشه ابتدا همه چراغ‌ها با هم روشن بشن. ورودی I1 رو فرمان میدم. بعد از 5 ثانیه تأخیر بقیه خروجی ها به صورت خودکار روشن میشن و با فشردن‌های بعدی فقط خروجی اول خاموش و روشن بشه. ملاحظه بفرمایید با فشردن‌های بعدی ورودی I1 چراغ سیگنال سبز رنگ روشن و خاموش میشه. یعنی تونستیم با این برنامه نویسی شرط سوم رو هم پیاده بکنیم. خب امیدوارم که از این جلسه هم هنرجوی عزیز لذت برده باشند و براشون مفید واقع بشه. برای شما آرزوی سلامتی و پیروزی داریم.